سلام به همه شما. قبل از اینکه این داستان رو شروع کنم باید بهتون هشدار بدم چیزی که قراره بشنوید فقط یه داستان تخیلی نیست. این یه تجربه ارسالی واقعیه و من خودم موقع خوندنش نتونستم جلوی ترسم رو بگیرم. اگه فکر میکنید روحیه چنین چیزهایی رو ندارید، همین الان ویدیو رو متوقف کنید تا روحیه لطیفتون آسیب نبینه. و برای کسایی که میمونن یه لایک و سابسکرایب بهترین حمایت شماست. خب حالا بذارین شما رو هم وارد این تجربه کنم. همیشه میگن تو جاده های خلوت به خصوص شبها چیزای عجیبی میبینن، ولی من هیچ وقت باور نمیکردم تا اون شب من و داییم تو راه جاده به سمت روستامون بودیم. هر دوتامون مست بودیم. اون بیشتر خورده بود، من کمتر. سرم تو گوشی بود و اون در حال رانندگی. یکم خوابم گرفته بود. همینطوری تو حال و هوای خودم بودم که یهو داییم صدام زد. گفت تو هم دیدیش؟ من گفتم کیو میگی؟ با عصبانیت گفت بابا اونجاست، چطور نمیبینیش؟ گفتم به خدا هیچ کس رو نمیبینم. داییم محکم گفت بابا اونجاست، کوری مگه؟ برگشتم تو صورتش خندیدم. گفت مستی حالیت نیست. وقتی برگشتم تا دوباره جاده رو نگاه کنم منم دیدمش. یه موجودی قد بلند، لباس مشکی تنش بود، دراز، سوار اسب سیاه بود. اسب وحشتناک ترسناک بود. حتی الانم که دارم تعریف میکنم خدا شاهده این همون لحظه حالم داره بد میشه. اون موجود شروع کرد به حرکت کردن. با سرعت زیادی میرفت و ما با ماشین افتادیم دنبالش. خیلی تند حرکت میکرد. دیگه داشتیم از جاده اصلی خارج میشدیم. اون موقع بود که من یهو فرمون رو چرخوندم به یه طرف دیگه. وقتی برگشتیم به مسیر اصلی اون دیگه نبود. انگار ناپدید شده بود. و اومدیم خونه مادر بزرگم. داییم تا صبح نتونست بخوابه. همه چراغ‌ها رو روشن کردیم. خالم هم تا صبح براش قرآن خوند. مادر بزرگم به همون گفت اگه دنبالش میکردین میبردتون به جایی که دیگه هیچ وقت پیداتون نمیشد. و ما فرداش برگشتیم تهران. اگه شما هم چنین تجربه‌ای داشتین یا داستان ترسناک واقعی دارین تو کامنت ها برام بنویسین. تا داستان بعد مراقب خودتون باشید، مخصوصا تو جاده های خلوت شب.